اگر به کتاب مفتاح دار السعادت ابن القیم رحمت الله علیه نظر کنید، در آنجا 100 فرق علم از مال را ذکر کردن. یعنی از 100 جهت علم از مال بهتر است. مال برای شخص صالح خوب است. مال چیزی خوب است. چخیلی که در درس گذشته گفتیم این دین مقدس اسلام هم به علم و هم به مال پیشرفتگی است. لیکن وقتی که در قیاس اگر مال را بالای علم مانی، در حقیقت در مسئله عدالت نکرده. ابن القیم 100 از 100 جهت ذکر کرده، ما از آن جهت ها 10-12 را برای شما نقل میکنیم. گفتن که العلم یحرسک العلم یحرسک و انت تحرس المال. علم تو را محافظت میکند، مال را تو محافظت میکنی. یعنی فرض کردیم که در یک بیابان خواب کردید، یعنی مال را به جا میکنید، پنهان میکنید که با راهزنها نبیاین نگیرن. در حالت خواب بودنتان کسی مثلا از سمکه شما نگیرد. اما علم شما رو محافظت میکنه. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. گوید هیچ چیز ضرر نمیرساند. اللهم اسلمت نفسی الیک و وجهت وجهی الیک و فوضت امری الیک. کارم به تو سپاریدم. و الجأت ظهری الیک. تخت پشت خودم را به سوی تو گذاشتم. یعنی علم تو رو محافظت میکنه. توکل به الله میکنید، خواب میکنید. علم شما رو محافظت میکند، لیکن مال رو شما محافظت میکنید. والمال تنقصه النفقه. مال رو نفقه کم میکند، یعنی ظاهرا کم میشد. اگر به خاطر الله باشد مال زیاد میشود، ولیکن ظاهرا کم میشه. اگر یک میلیاردر دنیا به تمام اهل زمین برایت همین خلو آنلاین مال خود را مثلا $10 اگر به این 8 میلیارد تقسیم کند، 80 میلیارد در یک دقیقه میرد. اگر $100 تیاد 800 میلیارد دلار تمام مال خودش میتوند در یک لحظه تقسیم کند. مالش نال میشد، صفر میشد. اما والعلم لا، علم نه. اگر برایت همین خیل به طریق آنلاین علم دهد 1 ساعت مثلا یا 10 ساعت، علم مانند چشمه هست که هر وقتا که از وی گرفت با جوشیدن او زیاد میشد. علم برعکس زیاد میشد، مستحکم میشد. سیومین فرقیتش العلم حاکم علی المال. علم بر بالای مال حاکم است. علم حکم میکند. یا آدم آمد گفت که 1000 دینار مرا فلانی گرفت، یا 1000 دینار از آن این است یا از آن من است. علم حکم میکند در بالای مال، و مال در بالای علم حکم نمی کند. و چهارمینش و محبت العلم دین. علم را دوست داشتن عبادت است. علم را دوست داشتن، در قرارت قلبتان دوست دارید. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کدام انسانی که دوست دارد و گوید در قرارت قلبش که کاش که من هم مانند فلانی علم می داشتم و آن علم را در بین مسلمان ها پهن می کردم، گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم برای وی مثل همان اجر است گفتن، ثواب می گیرد. برای همین محبتش، محبت علم دین است، لیکن محبت دنیا دین نیست، ثواب نیست محبت دنیا. ان العلم میراث الانبیاء والمال میراث الملوک والاغنیاء. علم میراث پیغمبران است، مال میراث پادشاه ها و بای ها هست. ششمینش ان صاحب المال اذا مات فارقه ماله. صاحب مال وقتی که از دنیا میگذرد مالش با او جدایی می افتد، بین مال و بین این آدم مالاش نمیبرد قطع خودش. والعلم يدخل معه قبره. علم همراهی صاحبش به قبر می درآید. علم همراهی صاحبش به قبر می درآید و مال از صاحبانش بر می گردد. هفتمینش والمال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. مال برای مؤمن هم میشد. مؤمن های میلیاردر هستند، کافرها هم هست،
میلیاردر. و بر و فاجر، نکوکار و گناهگار صاحب مال هستند. والعلم النافع لا يحصل الا للمؤمنین، اما علم نافع فقط برای مؤمن ها داده می شود. هشتمینش ان العالم يحتاج الیه الملوک، به عالم پادشاه ها محتاج می شود. در نکاحش، در مسئله علاقمندی زن و شوهریش و در دیگر کارهایش و حتی روزی وفاتش کی برای او جنازه میگذارد؟ ملوک یعنی پادشاه ها به عالم ها محتاج هستند و غیر پادشاه هایم برای عالم همه محتاج میشد. و به صاحبان مال، آنهایی که پولدار هستند، فقط احتیاجمندها محتاج میشد، آنهایی که به پول در ماندیان. اما شخصای معتدل، شخصای پولدار، به آنها حاجت ندارد. نهمینش المال یدعوها الى الطغیان والفخر والخیلاء، مال صاحبش را به طغیان، از حد گذشتن، فخر، کبر دعوت میکنه. والعلم یدعوها الى التواضع والقیام بالعبودیه، علم صاحبش را به خاکساری و برپا داشتن عبادت، بندگی دعوت میکند. المال یستعبد محبه و صاحبه، مال حرکت میکند که دوست دارنده خود و دوست خودش را یعنی صاحبش را برای خودش غلام کند. میخواهد که مال دوست دارنده خود را غلام خود قرار دهد. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تعیس عبد الدینار و درهم، هلاک شد بنده دینار و درهم. بنده گفتن، بنده دینار و بنده درهم، یعنی هست شخصیت هایی که الهی وی، پروردگاری وی دینار و درهم است. هلاک باد این خیل شخص ها که بنده پول و مال است، گفتن بنده دینار و درهم است. و علم یستعبده لربه، علم صاحبش را بنده الله تعالی میگرداند. فقط به یگانه پرستش کردن الله تعالی دعوت میکند. المال من جوهر البدن، سبحان الله، المال من جوهر البدن، مال از جوهر بدن است. فرق مال و علم رو ببینید. مال از جوهر بدن است، یعنی عنصر و مادهش ماده زمینی هست. و جوهر العلم من جنس جوهر روح، جوهر علم از جوهر روح است. کما قال یونس ابن حبیب، چطوری که یونس ابن حبیب گفتن علمک من روحک و مالک من بدنک، علمت از روحت هست و مالت از بدنت هست. مال انسان جنس بدنش است، علمش جنس روحش است و همه بزرگی، شرافت و کرامت انسان به سبب بودن روح است. وقتی که الله تعالی حضرت آدم را آفرید، امر نکرد فرشته ها را که به هیکل خالی آدم، جسم آدم سجده کنند. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، من وقتی که این را ساختم و روح دادم، جان دادم، سپس شما سجده کنید. بعد اینکه الله تعالی روح داد، فرشته ها را گفت که اکنون سجده کنید. و روح که وقتی که از آدم می براید، بعد از آن به بالای خاک خوابانیده میشه. حالا یک کسل هم به بالای یک مترس خواب میکنید که یک مترس قریب 200-300 دلار است، یک ساعتش 100 دلار است، یک کرتش 100 دلار است مثلا. لیکن خود جسم انسان حساب کردین بعد مردنش آن موادهای شیمیایی که در بدن آدم است، همش اگر حساب کنن 3-3.5 دلار نرخ داشته است جسم انسانیت. یک کسل اگر خبرگیری روید 50-60 دلار به خرید کرده میرید. یا آدم زندانی اگر زندان به خبرگیری روید 100 دلار 200 دلار به خرید کرده میرید. لیکن خود او 3 دلار قدر و ارزش دارد. وقتی که روح کی برامه همش شرف آدمیت، این همش به شرف جان آدمیت است. تنی آدمی شریف است به جان آدمیت. سبب این که ما همین تنی آدم بزرگ میشماریم احترام میکنیم به سبب روحش که برامد یک کفن خالی، جایگاهش هم دیگه یک خاک به زمین خالی، نه یک کورپه میاندازیم و نه یک بالشت،
دیگه روح که برآمد دیگه ارزشش هم میبراید. بنابراین علمت از جنس روحت هست و اما مالت از جنسی تنت هست. بعد مصنف گفتن که و بینهما بنص الوحی بون ستعلمه اذا طه قرأت. بین علم و بین مال بون است، یعنی مسافه بینهایت دور و دراز است. ستعلمه اذا طه قرأت، اگر سوره طه را خوانی میفهمی. گفتن الله تعالی در سوره طه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپارش داده است که و قل رب زدنی علم، ای پیغمبر بگو که پروردگارا علم مرا زیاده گردان. الله تعالی پیغمبر خود را امر و فرمان و سپارش نداد که از الله تعالی زیاد شوی چیزی را طلب کنن غیر علم. نگفت که پروردگارا عمر مرا زیاد کن، نگفت که پروردگارا فرزندان مرا زیاد کن، نگفت که مال مرا زیاد کن. گفت که رب زدنی علم، ای محمد، ای پیروان محمد صلی الله علیه وسلم بگویید رب زدنی علما، پروردگار علم مرا زیاده گردان. انا همین دلالت به نهایت صریح به فضل علم میکند که زیاد شویش را ما وظیفه دار هستیم که از الله تعالی پرسیم.